شما باید یه غلطی در زندگیت بکنی. یعنی شما باید با جانوران فرق کنی. یعنی با گربه تو کوچه وای میسته میگه غذا غذا غذا، با اون باید فرق کنی دیگه. گربه‌ها دیگه موش هم دیگه نمیگیرن. موشا گربه‌ها رو میگیرن. اگه کارای معمولی انجام بدی، اتفاقات معمولی رو رقم بزنی و مثل همه وقت تو تلف کنی تو اینستاگرام و همه جا، و زمانی که توی خونه تو کوچه هستی وقت تو صرف یادگیری نکنی، میشی یک انسان معمولی کامل که بود و نبودش برای کره زمین هیچ اهمیتی نداره. به جای بهانه گرفتن و تقصیرهای شکست و موفقیت رو سر دیگران خالی کردن، برو تو آینه خودتو نگاه کن، ببین خودت برای خودت چی کار کردی. این مهمه. اگر آدم معمولی باشی هیچکی حسابت نمیکنه. نزدیکترین فرد زندگی داداشت خواهرت هم باشه، اونا برن سراغ زندگیشون، تو رو رها خواهند کرد. تو در آینده آدمی تنها خواهی بود. رو پای خود وایسا. من محمد شجاعی رو در سال 84 85 نه کسی معرفی کرد برم درس بدم. من 1 سال با افتخار مسافر کشی کردم. با افتخار کامل با ماشین بابام مسافر کشی کردم تو کرج با یه پیکان مدل 65. التماس کسی رو نکردم، از کسی هیچ تقاضایی نکردم، رو پای خودم وایسادم. من نمیگم الان آسه نه، من تو شاخه خودم از نظر کنکور ولی از نظر دانشی که دوست دارم، از نظر جهانی داشته باشم، هنوز به اون رده نرسیدم. ولی میخوام بگم که هیچ کس کمکت نمیکنه. رو پای خود نیست.